دوستان عزیز فهمیدید از خانه نبرآمده با رقم‌های واتساپ اویاکس شهناز زنگ زنید در 5 دقیقه بلیط‌های شما رو روان میکنه. باوری نک. یک خنده کنه گل تو بگم بخنده نخنده زنک او رنگی مردک خنده نکو تو جنسی لطیفی های مهین خنده کدن در کار یک خنده کنه گل بگو ما زرگوش خیلی خیلی نیاخی خشروه یک خنده کنه گل جون واسی انا بخی خندن در کار یک خنده کنه گل لب و دندانت صدقه ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل آخه نمی خنده های تو این نمی لبای تو مرا مفتون کده که پا دراز کنم و تو مساج کنی زنک جانه جگرات تا صدقه آخی ای توبه اگه همه او چاد میخنده ای تو چی را فهمیده ای با خنده سی؟ آخه ای در روز درومدم گفتن که یک خنده کنه گل برای همون خنده درومدم و تا معلم ما گفته که همین زیواشکا ای مردک چی فرق داره همین سی طلبه بودیم یگان دوم ندانستیم برای همون اشما پرسیدم او ما ای کجا میدونم که جوچکا ای مردک چی فرق داره همه او چاد بسیار جوچکا میخواه این هم او چه تصور بوده خیلی را مرا فقط بگو او ترمیناتر که جکی چند که مرا سوال را بگم تا آخی اوچا همین مردک ای زیواشکا چی فرق داره؟ مردک ای زیواشکا چی فرق داره؟ آه ولی گوش که بچه زیواشکا را در وقت پولداری این تکده میخوایی راست اینا مردکه در وقت به پولی میخوایی بیا باز کناری هم بیمانیم من و تو همراهی عاشقانیم بیا باز کناری هم بیمانیم عشق تو هوسای دلم شد گرمی و چراغی منزلم شد صد شکر خدا کنم دوباره مهر تو دوای مشکلم شد صد شکر خدا کنم دوباره مهر تو دوای مشکلم شد من و تو همراهی عاشقانیم بیا باز کناری هم بیمانیم من و تو همراهی عاشقانیم بیا باز کناری هم بیمانیم کجا آمده اخشو؟ ای کارخانه موزی با شبانه کار میکنم من کدام کارخانه با؟ کارخانه که با انا هم شب کار میکنم هم روز کار میکنم بفهمی؟ کار میکنی شما؟ من راهبر موندن راهبر سخ موندن در سخ من 12 کس کار میکنه 12 تجهیزات دیده آوردگان اوه سخی چی؟ سخ تجهیزات آوردگان فهمیده شده تجهیزات چی؟ تجهیزات کاری کارخانه بابا کارخانه فهمیده شده وای منم بیار از انگلیا آوردگان هندوستان آوردگان پاکستان آوردگان همه زبان انگلیسی دیگه گپ زدن کار فقط یک خودی من میفهمم سوپرمنی منه شما زوره اخی شما سوپرمنی شما کار ریزاولا شرطی سیزه چای بیاری اون چی خوردنی بیار هازی مردک خوردنی بیار من تو در نخره میگیرم من کنی نقل کنی نخره بینه که اونجا 12 دوای آوردن روسی در سالات میگن تاجیکی و تجهیزات فهمیده شده تجهیزات کاری آوردن یگون کسا با غریبان عقلش نمیگیره فهمیدی فقط من
انگلیسی برای خوندگی من وقتش به خوندگی میفهمید انگلیسی نه goodbye good morning sit down please بدونی نمیفهمی نمیفهم. نمیفهمی تست باشو پیش من نمیست تو کار حاضی چای موندم و خیادم ایسته ما باید تعریف کردم در همه جا که یگانه بهتری زنی منه کی گپا همین در گفته علب میفهمه علب شما زوره مردک شما زوره انا این خیلده است تداکم باور کنم تجربه نمیفهمم اینجا از نیدرلند خیدرلند چی درلند فیدرلندیا انا مملکتو بعد با مملکت‌های نزدیک هندوستان پاکستان سیبستان من اینا اینجا آوردگم و فهمیده صدای نه که همه همین تجربه با زبان چی نمی‌سادگم با زبان انگلیسی حتی بگی با همینجا کشته نمیتونن کشته نمیتونن نه بچه‌ک من اینجا نمی‌سادگم این اوف الان اوف چیه وقتی که اوف بگیری طرف اوف بگیری سوید میمورد برق میمورد دیگه کار نمیکنه استانو همین هم عقلشون نمیگیره دیگه من یاد میتیم اونجا با هر یک آواز و آوازوی تجهیزات می استانو که آوازوش نمیدی دیگه کن نه انا تا سر بخیر گوشات ماینات باور میترکه همی خیلی بسیار آوازوی سخت همی خیلی آوازوی لیکن کار کردم در کار برای من کار کردم بو بار وقتی سر اومدم دیگه اگر یک دقیقه دم گیری برای شما تشنه ساختم علاقه کامیرا ده علاقه ثبت شدگی برای همین بیس کار بگیر تا سهره برای یک سر برای وقتی گفتی راهبر کن اگه شما دو جواب برای وقت روید برای خستیم اومدیم مالادس شما من مالادس سپرمن من نمیدونم بگو بلند که من فهمم شما سپرمن جانی من شما انا بهترین شما بلاه شما زاره که زور یاخی زور بگل تز بیار چایا من خوردنی هست بگن چه خوردنی بیار با آزی تشکیل میکنم آزی سپرمن جانم در یک مینوت تشکیل میکنم آفرین بادا شما را پهلوانان آفرین شما بسیار کار کده مونده شد انا زنم با عقلش انا میخیل میشم انا همیخیل میشم لیکن من یک چیز نفهمیدم چی نفهمیدم؟ ما همین نفهمیدیم تو این کلمه از کجا گفتی هر یک جمله من با سپرمن جان کانزان سپرمن جان چه قدر سپرمنین آخی همی سپرمن فقط میتونه که ازار شعیبالای بروکش بشه سپرمن جان آخی این لباسه کاریم باید